سلام بچه ها، امروز اومدم با آموزش بازی گرنتراک سیمولاتور 2 که مشاهده میکنین این بازیه. من با یک کات میرم و داخل بازی و برمیگردم. خب از اونجایی که میبینید بالا اومد بازی. خب اول کاری شما هیچ ماشینی ندارین و گواهینامه‌ای هم ندارین. از این بخش که الان بهتون نشون میدم میتونین گواهینامه‌تون رو بگیرین که اول شماره 1 میزنیم، یس رو میزنیم. یه ذره طول میکشه تا بالا بیاره. خب ویدیو بالا برد و یه چیزایی بهمون میخواد یاد بده که خودش هم فلش زده اول روشن کردن ماشین که دوباره میگه روشن کن. این فرمونشه که میتون چپ و راست کنید. از اینجایی که میبینید داخل کابین رو نشون میده که از اینجا میگه ماشین رو خاموش کنید. این مرحله‌مون تموم شد. با یک کات میریم و خرید ماشینا رو بهتون یاد میدیم. خب با یک کات برگشتیم و اینجا از اینجایی که الان بهتون نشون میدم میتونین ماشینتون رو تهیه کنین. از این بخش که اینجا ماشینایی که دارین رو نشون میده بهتون که ما هیچ ماشین نداریم. و از این بخش از این بخش سبد خرید میتونین خریداتون رو انجام بدین. خب اینجا ماشینای کار کرده رو بهتون نشون میده که اگر به این تیکه دقت کنین کارکرد ماشین رو بهتون میگه که چند کیلومتر کار کرده. بعد با این فلش این سمتی میریم که ماشینایی رو ببینیم. مثلا این ماشین کارکردش 1,228,000. این ماشین که ماشین ساخته اینجا سال ساختش رو بهتون نشون میده و چیزهای دیگه. و این پایین که الان بهتون نشون میدم از این قسمت قیمت ماشین رو بهتون نشون میده که هر ماشین یه قیمتی داره. بعد از چند تا که بزنین به خودروهای آکبند میرسین که اگه دقت کنین به بخش کیلومتر که 0 و سال ساختش هم 2025 ماشینا. دقت میکنین قیمتاشونو و از اینجا که میتونین مثلا ماشینای رو جدید کنین. حالا از این بخش میتونین قسمت باری ماشین رو انتخاب کنین که میبینین اینا کار کردن. یه چند تا کار کرده است. بعدش هم میره قسمت آکبند که فقط از لحاظ آکبند بودن اینه که لاستیکشون نوعه. بقیه لاستیکاشون کهنه و احتمال داره خراب باشه. از اینجا به بعد به تریلرهای آکبند میرسیم. با یک کات میریم و کامیون رو میخریم و آموزش اسپورت کردنش رو بهتون میذاریم. از این بخش تنظیمات میتونیم کیفیت رو ببریم بالا تا چراغای مهشکلمون هم نشون داده بشه. خب بچه از این قسمت میتونیم کیفیتش رو درست کنیم که اینجا میبینیم این پایین کیفیتشون رو نوشته که هر یک کیفیتی هست که بالاترین کیفیتشون هم اینه که من با علامت مربع نشونش میدم. یه اشتباهی شد. این قسمت اکسترم با کیفیت تری رسمشونه. چجوری معلوم میشه؟ وقتی شما روی اولین کیفیت بزنین
اولین کیفیت بزنین میبینین این گوشه که الان من بهتون نشون میدم یه تارن، ولی اگه روی اکستریم بزنین دقت کنیم به این تیکه میبینین که کاملا شفافه و خاناست. حالا روی اپلی میزنیم تا سیو بشه. حالا بکو میزنیم میایم بیرون با یک کات میریم و داخل بازی. خب ما به بازی برگشتیم و میبینیم از این بخشی که بهتون نشون میدم میتونیم به پیاده شین با این علامت، با علامت یه نفری که وایستاده پیاده میشیم. بعد اگه بیرون بیایم میبینیم که این بخش خیلی از چیزها رو بهمون نشون داده که شامل میشه به رنگ خودرو، باد تایرا، خود تایرا که میتونیم عوض کنیم، چراغا که میتونیم نورش رو عوض کنیم، نور بالا نور پایین و هر کدوم یه رنگ. اینجا تنظیم ارتفاعش که همه اینا رو در ادامه انجام میدیم. و آخری که علامت آچار پیشگوشیه میتونیم مکانیکی های ماشین انجام بدیم که شامل میشه از گیربکس، تقویت اگزوز، تقویت اینجا بذار بزنم ببینید دیگه، صفحه کلاج و گیربکس و دیفرانسیل که میبینیم اینجا روغنی هیچی نداره، جونش هم کمه. و در نهایت موتور خودرو که میبینیم اینم دینامش و رینگ پیستونش و اینا خیلی ضعیفه و واتر پمپش هم ضعیفه. باید همه اینا درست بشن که در ادامه بهتون میگم. اولین بخش میایم با تعمیر لاستیک خودرو که اگر روی این گزینه کلیک کنیم که عکس تایره، میتونیم تایرها رو عوض کنیم. روی هر تایر 2 گزینه هست که گزینه اول رینگه که میتونین اسپورت بندازین، از این گزینه میتونین اسپورت بندازین و از این پایینیه میتونیم تایر رو عوض کنیم که میبینین تایر ما تقریبا در حد مرگه. از این گزینه میتونین انتخاب کنین تایر رو که آخرین تایر بهترین تایرشه، 100%. قیمتش هم بالاست. خرید میکنیم و میایم بیرون که میبینیم لاستیکمون نو شد. اون یکی لاستیکم که 0 تقریبا اونم همینجوری. میریم و آخرین تایر رو انتخاب میکنیم و خرید. که اگه دقت کرده باشید بازی من بی نهایت است. شما میتونین بی نهایتش رو از گوگل از قسمت فارسروید دانلود کنیم. بعد از اینکه تایرامون رو نو کردیم میایم و بخش ارتفاع میتونیم اگه دیده باشید 3 محوره میتونیم 3 محورش هم تنظیم کنیم که میتونیم بیاریم پایین، کل محوره رو بخوابونیم زمین، میتونیم کلشون رو ببریم بالا و میتونیم بزنیم این برگشت رو بزنیم که به حالت عادی برگرده. که من دوست دارم ماشینم کفخواب باشه. اگه زیادی کفخواب کنیم در قسمت هایی که باید قسمت بار رو خودمون تنظیم کنیم به اندازه‌ای که پیاده بشیم و قسمت بار رو از قسمتی که اگه بیاین عقب در این قسمت وجود داره ریگلاژ کنیم و بیاریمش پایین تا رو ماشین بشینه. خب بعدش ما میریم برای رنگ خودرو که میشه میتونیم مشکی، قرمز، هر رنگی داره، آبی، هر رنگی داره که من رنگ مشکی رو پسند میکنم. تازه سفید هم میتونین کنین ولی من مشکی رو بیشتر دوست دارم. پول رو خرج میکنین. بعدش میایم از قسمت اسکین هم میتونین اسکین رو دانلود کنین
و اسکین بدین از این روش که اونا رو هم اگه لایک های ویدیو بیش از 400 تا بشه من اونم میذارم براتون ویدیوشو. خب بعد از اینکه رنگ کردیم میایم برای موتور خودرو. موتور خودرو یا همون قسمت های مکانیکی میتونین انجین رو انتخاب میکنیم و من از همون گزینه ای که الان بهتون نشون میدم از این گزینه میرم برای خرید موتورشو نو کنم که اگه اینجا دقت کنین آخرین موتور 530 اسب بخار و 2500 نیوتن متر داره که هر چقدر بیایم بالا میبینیم چه موتورهایی هست که بهترینشون همین آخری است که قیمتش هم بالاست. خرید میکنیم و میبینیم همشون نو شدن. بعد از این قسمت میبینیم که روغن و آب و اینا رو چک کنیم. اینجا آبش رو میتونیم چک کنیم و این قسمت که نوشته اویل یعنی روغن رو چک کنیم. خب از پشت این آبیه که الان هست یه دونم هست. اگه اونو بزنیم بیش از 2 بار اینا بزنی احتمال داره برگرده ولی یه بار بزنیم تقویتش میشه. بعد از این قسمت میتونیم باتری رو چک کنیم که باتریمون هم عمرش کم شده و من میرم یه باتری جدید میخرم که اولین باتریش قیمتش بالاتره یعنی بهتره. خب گیر باکس، حالا قسمت گیر باکس که میبینین صفحه کلاجمون تموم شده که صفحه کلاج رو نو میکنیم و میریم از این بخش گیر باکس رو نو کنیم. خب همیشه آخریه که نمیشه، بعضی هستن قیمتشون گرونتره. قیمت گرونتر کیفیت بهتری رو داره و شتاب بیشتر داره. خب که من خرید کردم همه چیزم کامل شد. از این قسمت ایگزوز هم ریگلاژ میکنیم که یه ذره سایزش بزرگتر بشه. ولی از قسمت دیفرانسیل میبینین که روغنش کمه، پس اگه میخواین میتونین همون روغن خودش رو بریزین. اگه نخواستین هم میان اینجا گیر باکس میخرین که این گیر باکس R485 بهترین گیر باکسشه که خرید میکنیم. بعد از خرید میایم حالا تنظیم باداشون هم آخر بهتون میگم. 4 تا لاستیکشو نو میکنم و 6 تا لاستیکشو برمیگردم. خب میایم به قسمت نور خودرو. اول میریم داخل خودرو و چراغاش رو روشن میکنیم. همه چراغاش رو روشن کردم. سیبی رو باز کنیم میتونیم اینجا روشن کنیم ماشین رو خاموش کنیم. من پیاده میشم و میام جلوی ماشین. خب اگه این قسمتی که نشون بدم بهتون از این قسمت بزنین میاد روی چراغای خود رو که این کوچولوه که الان نشون میدم بهتون که این چراغ کوچیکشه، این چراغ بزرگشه، این نور بالا و این پایینیه مه شکنشه که همه اونا رو الان اسپورت میکنیم. خب چراغ کوچیکش رو هر رنگی میتونیم بذارین که من شماره 8 یعنی زرد رو انتخاب میکنم که من دوست دارم چراغ کوچیکش هم همون رنگ باشه. 8 رو میذارم یا شما میتونین روی 2 بذارین تا یخی بشه که من نگاه میکنم ببینم کدوم رنگش خوبه که میبینیم همون شماره 9 یا شماره 2 رو بذاریم بهتره. پولش رو میدیم. بعدش میریم برای بعدی یعنی نور بالا. نور بالا رو من دوست دارم زردش کنم یا هم شماره 8 که خرید میکنیم. مونده به سلیقه دیگه، یکی دوست داره یه رنگ کنه یکی دوست داره یه رنگ که من شماره 2 رو واسه این و مه شکنم نارنجی یا همون زرد که من زرد رو علاقم بیشتره اونو میزنم. خب بعدش میتونیم از این قسمت چراغ بالا یا همون مشکنای بالا یا همون چراغ کوچیکای بالا رو رنگ بدم
که نارنجیش میکنم من اینو که خوشگل میشه. بعد از این قسمت میتونیم نور داخل ماشین رو تنظیم کنیم که من آبیش میکنم. یخی میکنیم ولی. بعد از این قسمت عقب که بیاین عقب میتونیم چراغ پلاک رو تنظیم کنیم که من قرمزش میکنم یا بنفشش میکنیم. خوشگل. بعد از این قسمت که همش تمام شد من با یک کات چرخا رو عوض کنم و بیام. خب بچه ها من همه چرخهای ماشین رو اسپورت کردم و اومدم. خب حالا میایم از این قسمتی که یه دونه درجه و تایر است انتخاب میکنیم و از اینجا بادشون رو میبینیم که اگه به این بخش دقت کنین 110 PSI رو به ما گفته، یعنی بالاترین و نرمال ترین باد که میبینیم این PSIش 111. اشکال نداره تا 120 ولی اگه بیش از 120 باشه تایرها میترکن که باعث فرمانگیری ضعیف و چیزای بیشتری میشه و احتمال چپ کردن ماشین هم زیاده. خب ما بادا رو میزون کردیم و میریم برای تست رانندگی خود رو. یه دوری هم دور خود رو بزنیم و بریم. راستی چنل امیرعلی کی ام دنبال کنین که مهمون ویژه امروزمونه. سلام بچه ها، من امیر کی ام هستم. پیج من حتما فالو کنید، پیج پارسا پی من فالو کنید. ویدیوهای جالبی میذاره حتما دنبال کنید. ویدیوهای تست ماشین و تست بازی. بریم برای تست رانندگی. البته بازی باگی داره، میشه چراغ‌ها چشمک زن کرد. بله که اونا رو گفتم اگه بیش از چند تا لایک بخوره، بیش از 400 تا لایک بخوره، آقا چه سخت میگید 40 تا، بیش از 400 تا لایک بخوره یا همون 440 تا لایک بخوره ما باگای بازی هم بهتون میگیم که یکی از باگاشو همین الان بهتون میگم. اگر رو ترمز 2 بار بزنیم که قرمز میشه و هم از این قسمت که الان بهتون نشون میدم 2 بار روش کلیک کنید. اینجا مقدار بنزین و گازوئیل رو بهتون نشون میده و اگر یه بار دیگه کلیک کنیم دمای لاستیک و یه بار دیگه کلیک کنیم روش باد هر لاستیکو و این بالا دمای لنتا رو بهتون نشون میده که اگر بیش از حد داغ بشه باعث ترکیدن لاستیک میشه و اگر 2 بار روی گاز فشار بدیم دور موتور رو حالت بالا عوض میکنه که باعث میشه سرعت ماشین بیشتر بشه. ولی اگه ترمز رو یه بار بزنید هم ترمزگیری ضعیف میشه هم احتمال داغ کردن و ترکیدن لاستیک است که من Yaktım gemileri dönemem asla sevemem seni asla bir daha beni ağlatma sevemem senden sonra yaktım gemileri dönemem asla sevemem seni asla bir daha beni olma kaybettin sen sonra yaktım gemileri